شما بخیر مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. این روزا طرفدارای سرشا گفتن که لیدر دولتی اسلامی ایران محترم علی خامنه‌ای روسیه میگریزه. نه، یکم بنا مخالف تاجیک شما باید پلیتیکا را از فوشا باید فرق کنید. شما بنا مخالف تاجیک فوشا هستید. کدام طرفی که شما را پول بتن شما همون طرف دستگیری میکنید. یا کیسا قفایب دروغ میگه. وقتی که اسرائیل پولتون داد محمد بلوگر پاجیزن شما ایساق فایب دروغ میگه. اسرائیل پول داد خستی زیدی ملتی عذاب کشیده غزه گناسی داج شما میترسیم بگین گروه 24 اکستریمیستو چه خیلی شما گفتین پشتی پرده ما گفتن نمیتونیم. یا کی ایساق فایب دروغ میگه. اگر بگین ایساق فایب دروغ میگه ما میتونم 24 بمونم. گناسی است در غزه. نه که شما بنا مخالف برآمدین اسرائیل دستگیری کردین. علی خامنه‌ای لیدر است، پلیتیک است. تا قطره او خونی که از بدن این لیدر میچکه زیدی او دشمنایی که میخوان مردم ایران رنگ مردم لیبیا و عراق غلام کنن این لیدر خواهد جنگ. یکم آدمی که روی راست برآمد دشمنان اسلام ها گفت که نابودتان میکنم. حق است. تمام دنیا امروز در لندن پاسپورت غزه روی کردن بیرقش بالا کردن. نه که شما میگین که نه در غزه گنوسید نیست. شما فوشه هستید. شما اسلاموفوب هستید. شما اکستریمیسم، تروریسم، باندیتیسم هستید. برای چی؟ برای که شما پاکستان ختم کردی هستید. شما در پاسپورتون پیچتی تروریستی است. یا جان تشکر هموطنان عزیز. مرگ به دشمنان اسلام.